هنر نزد ایرانیان است و بس. ماشاءالله چه ماکت قشنگی ساخته پسر خاله. لاستیکاشو براش مرتب کنیم. مرگ کادم به دیوار زده چش نخوریم. ماشاءالله در کنده دیوار و قفلا و لاستیک و قالپا و اینا هم که میگه خرکه به اصطلاح. پیشکشتی و دله رو چه با ظرافت و دقیق میزه کارش هم که با دومینو ساخته، تابلو زده، بشکه گذاشته. اول میخواست کرکره‌اش رو با اینا درست کنه، مثل این که مال بیسکویت یکم کم اومد و تصمیم گرفت با این مقوار جدید درست کنه. این هم که بالاورشه، از این بالاورهایی که موتور ماشین در میاره است توی کاپوت، از اونای به اصطلاح. و بعدش این کرکره رو براش درست کرد. پارک ممنوع روش زده، کسی جلوی ماکتش پارک نکنه. خیلی هم عالی ماشاءالله. یه ذره توش تاریکه، گفت برنامه‌ش رو ریختم، بریم ببینیم چیکار کرده برای برنامه‌ش. یه ماشینم بذار تو، اینجوری خیلی بهتر میشه، ماکت تکمیل میشه ماشاءالله. خب بریم یه بار دیگه از اول داشته باشیم. کرکره رو بدی بالا ببینیم چی جوری میشه. بریم، نظر چیه؟ 3 2 1. خب اینجوری فکر میکنم از اول داشته باشیم خیلی قشنگ‌تره. کاش که یکم کرکره‌ش یه نخی چیزی میذاشت یکم روونتر بشه. به به، لامپ هم گذاشتیم، لامپ رو روشن کردیم. چه چراغ قشنگی، از این صدای قدیمیه. یه کارگاش خیلی نوستالژیه، مثلا اگه به جای پیکان به جای پرد یه پیکان بود. خب نظراتونو به ما بگین ببینین چه جوری